نسیم جان نسیم جان مادر خود وقت صبح شده بچه نسیم جان بچه نسیم بچیم که هفته و برامده جان مادر خود مادر قربانت چه بچه بسم الله بچه مادر قربانت چه دستک رویتا بشیر بچه نسیم جان مادر خود فکرت بگیری که مال مردم از پیشت گم و دور نشه بچه برو به خدای کریم رحیم سپردیم جان مادر خب مادر جان فکر ما میگیرم به خدا سپردیمت بچه تا برو بپوش اید مبارکی بریم همراه امام اید مبارکی که پیش کاکا رسول هم بریم پیش ملک صاحبم با زردی ما خانی ما فروخ برو مادر قربان چه بپچه مادر او چپلی ما کنه و کنده شده به من چپلی نخریدی ایره بپوش باز دهید قربان بر بود میخرم بچه من چند تا تخم چتا بکنه فروختم بچه می کالا رو برجور کنم خیلی جان مادر خود باز دهید قربان بر چپلی هم میخرم درست است بچه هیچ نمیپوشم که پایا علاج برم چپلی کنده برم برو مادر بپوشم نسیم بخی دیگه اندر نمیری
علیکم السلام. ملک صاحب امو گوساله تا نامده. خب بچه نسیم گوارا تو میبری گوساله را از ما پرسان میکنی چی کنی گوساله را؟ با خیالم گم شدم ملک صاحب. خواهی تو بری چی هستی؟ آنات خدا بری تو. وای 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 نسیم جان بخی جان مادر خود ایشیره بر جوش دادیم مملایی انداختیم گفت جانت بکشه مادر قربانت شد بخی بچه نسیم جان نسیم بخی جان مادر قربانت شد بچه ایشیره بر جوش دادیم بچه مملایی هم انداختیم گفت جانت بکشه مادر خیراتت شد بچه دستای ملک ناملک بشکنه جان مادر خود خدا هیچ خیرش نده بچه زور خدا سر ما غریبا یافتن بخو بچه مادر ایخ بیخی تلخ است خیر از بچه مملایی انداختیم مادر 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 تو را چی شده؟ مادر 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 چرا گپ نمیزنی مادر 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 چرا گپ نمیزنی چه صدایت نمیبره مادر 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 وای از برای خدا مادر من چی کرد از این ناله و فیغان چیزی به دست نمیاید به حقشان دعا کن از امی خاک هستیم و به امی خاک میریم
شو مادر رو در خواب میبینم ما هیچ کس ندارم بچه از این گریان چیزی به دست نمیاید هر وای مرده نارام میشه از تو دیگه دهیده چیزی نمونده نه جای شیشتن داری و نه جای خیستن یک مادرم داشتی مرد برو طرف شهر برو دربار خدا کلان است میشه که یک دروازه بر روی باز شود شهر برو دربار خدا کلان است میشه که یک دروازه بر روی باز شود جان بخور ما خوردیم سیر هستم چی کار میکنی؟ ما کسب کار یاد ندارم میم یک دوله پیدا شده که اسپندی کنم مادر چی کار میکنه؟ پدر مادر ما مرده در شهر هیچ کس هم نمیشناسم یک صندوق دارم زیرکیش کنده شدم یک برس برات میدم که یک نیم بوتل رنگ ده کردیم یک جای کار کنیم خود چی وقت؟ خدا مهربان است پدر ما مرده
یک مادر دارم که دو دارم خوراک. بچه آیستا معامله پتی چند کن؟ نه وقته معامله را شروع کن که وقت ما کم است نشانی برده کم نشانی ده بس افین دیده کمیشن درست بلده درست بدرو خان افین چقدر چی مقدار است پیشت؟ 3500 کیلو ایشان برده کن که 3500 کیلو افین به من دیده کن چین که قیمت دیده؟ قیمت از این کیلوی چند است؟ سیر چند است؟ چقدر میخوایی؟ که با ما پیسه کار نیست برای ما توپنچه و ماشیندار بتیم فقط به من اسلحه ماشیندار کت توپنچه سه شایم دیده نمونه را خوب بتیم نمونه پیشان برده که نمونه دیده نشان دیده برای ما از این 1000 دانه کار است 300 دانه ماشیندار با ما ضرورت است ما معامله خود سودا و سودا می‌کنیم جنس به جنس هر رقم سلایی که بخواهی مدار
خوب است خب یک کمبود دارم. کمبودیش در چیست؟ گشت گذار شما در جای آزاد و خلوت است، اما گشت گذار ما در بازار و شار است. من کل تفنگچای دارم، کلش هم، لیکن برای من سلنسر کار است. خفه کنید مشکلی نیست. بدرو خان به سلامت. سپاس. سلاحی را که خریدی کلش انتقال بتی آماده است. بدرو خان تفنگ شکاری دوبور بیگولا مین زده پرسونل 2 تن کوب عاجل ضرورت سام هیچ تشویش نکن، مالا را میرسانیم. نیم از تو نیم از من تا شنگ دریا نفرای من میاره، او طرف دریا مربوطی تو میشه. بدرو خان پرداخت قیمت در عین معامله بعد از اطمینان از دو طرف موافق است؟ وام به دولت سکه باشه هر چی که باشه. سرته به خاطر سام امشب یک میله را بگیر. باشه بچه مکمل کار رو انتظار کنه. باشه ایزار رو مکمل محاصره کنه. جایتون تکان نخوره، خدا با پلیس تحصیل کنه، از جنگ قانون فرار کردن نمیتونه.
باشه زیر دریا. آماده ساخته. آدم از قضیه آگاه ساختی؟ آماده ساختیش؟ بله من کلی چیزا رو بهش تفکر کردم. با جناب سرمار صاحب معرفی شد. سلام علیکم. از ملاقات با شما خوشوقت هستم. باعث زحمت شدم؟ امیدوار هستم خدمت کرده بتارم. ما میخوایم که دوسیه اختطاف سکندر این کار خلاف قانون است. قانون؟ قانون؟ چیزی که به ضرر ما خلاف است. این نمی قانون است. این کار ها ناممکن است. نیست. کمی مشکل است. هر مشکل پول آسان میسازد. بگو چقدر پول میخواد؟ سارنوال با پول ضرورت داری. چون سر دست نده. من با پول ضرورت ندارم و حاضر نیستم که به هیچ قیمت این کار را کنم. شما میتونید. اگر دوسیه اختطاف سکندر به ما رسید هیچ گپی نشد. در غیر از اون تو یک قاتل است. با همراه یک دوسیه اختطاف یک دوسیه قتل هم باشه. برای مامورای دولت کار پیدا میشه. حال نوبت ما است. حیف مرمی نمیارزی اون که ستم کشوی.
از من نترس. تشکر. آفرین. آفرین بچه. تو چی نام داری؟ نام چیست؟ نام من نسیم است. بچه از کجا هستی؟ چی کار میکنی؟ من بودرنگی میکنم. پدر مادر ندارم. بچه من احسان تو را هیچ وقت فراموش کنه نمیتونم. من اولاد ندارم. پدر مادر بیا من بدرم پیش بیا پیش من یک دقیقه صبر کن صندوق بودرنگی با وقتی برای من میاریش که مکمل شده باشه. فهمیدی که چی گفت؟ من فهمیدم. من هم امیره میخوایم اما هر چی زودتر. مسئول جان بیا بریم. زندگی مثل یک جنگ و مبارزه است. کوشش کن که در زندگی مغلوب نشی. هر چیز وقت میسازه و وقت و کسی رحم نداره. طوفان زندگی من مدیون احسان تو است. من در زندگی انتظار میکشم که یک روز قرض تو را ادام کنم. شما چی میگید؟ ما مدیون شما هستم. شما هستین که طال ما هستم. اگر شما نباشین من نیستم. تو در دل و دماغ من جای گرفتی. من باید خانه تو را آباد کنم تا صاحب آینده و زندگی باشی و من از این بار مسئولیت فارغ شدم. بچه ها ان قریب عروسی طوفان برگزار میکنم. سلطان این جوان نه سلطان داری؟ استخدام شدن ببینیم که کارش واه بسیار زیبا، بسیار مقبول.
بریم دیگه حرکت کنیم. کجا بریم؟ شما ما راهنمایی کنید. ما خب بر کار آمدیم. بله کار، اینمی کار است. شما سوار موتر شوید، شما رو در مرکز شهر میرسانه. از موتر که پیاده شدید پولم براتون میده. خب باز ما چی کار کنیم؟ قبلا گفتم شما ما راهنمایی کنید. شما رو که در شهر پیاده کردن، کنار جاده لب پیاده رو دست یکی دیگر را گرفته از مقابل فروشگاه ها، از مقابل مغازه ها چکر زده پیاده حرکت بکنید تا که مردم شما را ببینه. بعد از اون میتونید به خانه هایتان برید. لباس ها مال خود شما. On peut tout avoir, même bien DVD. Tu veux quoi? Un recuit où? Les lunettes Cartier Marocco. نوشابه رو بنوشید، کم انرژی بدید و هم جرأت بدید. ضرورت داریم. ما نمیفهم چی کار است. تو کارشان دلشان.
سلطان با کسی قرار ملاقات داشتیم آمدم. بگو ایشون که ده بسیار خوش آمد. صفا آوردیم. خوش آمدیم. چی خدمت کردم میتونم؟ سلطان، در سر کار بار ما مزاحمات ها ایجاد شده. میخوایم همین مزاحمات هایی که در سر راه ماست برکنار شد وصول شود. همه چیز درست میشه. کل مشکلات حل میشه. فقط بگو که من چی کده میتونم. او وکیل پارلمان است و هر قسمی که میشه او وکیل از پارلمان وصول شود. ما میخوایم که جایش بگیریم. این خب کدام مشکل نیست. صد سر رای تو برداشته میشه. یک کمپاین وسیع سرتاسری را به خاطر هویت تو راه اندازی میکنم. کدام فرمایش دیگه اگه باشه دیبا شهرت وکیل صاحب یادداشت کنید. چشم. برای وکیل صاحب. دیگه من چاره نداشتم. من فکر میکنیم که پلیس از قبل آگاهی داشت. آلیس فقط ما بیخبر بودم. ما همیشه سلطان از اوامر شما اطاعت کردیم. مگم یک پاداش خدمت به نیز. تو درست میگی. طبق فرمایش شما یک ارباب میتفنگچه آماده و تیار است. یه البته نمونه و سمپلش است. جنسش خوب جنس است. فرمایش شما آماده و تیار است. نوتای $100 و 1000 افغانیگی، 1,000,000 $1 و 10 میلیون افغانی. باید حرکت کنید. رفتن شما از شارع خالی از خطر نیست. اینا میتونم روی شما کنم. من شما سپاسگزار هستم. منم راه دارم. کیلو برای انتقال آماده است. این شخص مزاحم است. یعنی که مشکل نیست. کمی وقت کار درست است. تو حرکت کن. علیکم بچه. وکیل صاحب بگو جمله محفلی ندکیه بوده. عليل بيمور معكل واكل زوكا بركة بركة
دید وادی به نظر من هیچ خوب نیست. دیگه ندارم از همون روزی که تو رو در فروشگاه دیدم همیشه با فکر تو هستم. تو رو مدروس دارم. نسیم جان اگه براستی مرا دوست داری امروی فامیلم که بزن از من خواستگاری کن که بر همیشه یک جای باشیم. پدر مادرم جنجالی و علیس نیستن. من میگم که همیشه خوشی تو را میخواهیم و بالای پول دارایی تاکید ندارم. مشکل اقتصادی نیست. ما مشکل وظیفوی دارم. مثلا چه مشکلی؟ ما نمیتونم برات بگم. این مشکل وظیفه‌ای ماست. خب ما هم زیاد اصرار نمیکنم. فکر میکنم زیادش به وظیفه داری. خب من رفتم دیگه که وقت میشه. رکشو از کیس را بند کرده اینجا قماندان صاحب. سرباز رکشا را به اوضاع انتقال بده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند کریم. جلسه خودم مسلک‌های عزیز شروع میکنیم. مسلک‌های عزیز قضیه بسیار عجیب و جدید است. قضیه قصد طوری است که فرانکچه‌ها به داخل یک نوع بایسکل آیسکریم فروشی که به شکل پرچون در کوچه و بازار با آیسکریم برای اطفال خرسند توزیع میکنن. در بین بخش از دو جای بجای شده. رویت فراری نامعلوم است، یعنی مضمون قضیه رویتش تثبیت نشده است که چه شکل بود. بنان یک تکتیک جدید قاچاقبرا است. یک تکتیک جدید است پیش رو گرفتن قاچاقبرا به خاطر حمل نقل سلاح خود از یک محل به محل دیگر. و جلسه امروزی ما به خاطر آگاهی از شیوه‌های جدید قاچاقبرا است. یعنی ما شما در مقابل قاچاقبرا چه تدابیری را باید مد نظر بگیریم؟ مسلک‌های عزیز به ارتباط از اینکه یک نفر کارمند کشگیره که در بین بانک‌ها ما شما سوق می‌کنیم، شما کدام پیشنهادی به این ارتباط دارید؟ آیا این کارمندی را که ما انتخاب کردیم پیش خود ما شما عزیزی از این کار برآمدن میتونه یا نمیتونه؟ اما مسلک‌های عزیز داخل کدام پیشنهادی به خاطر بهبود جلسه ما کدام پیشنهاد اگر دارید پیشنهاد پذیرفته میشه؟ از پیشنهاد در صورت یک پیشنهاد نباشه جلسه خودم ختم میکنیم. هر کارمند در شدید مدرسه شد توضیح است و با خداوند دیگه سپرده میکنم. سلطان سمپل آماده شد. خوبه میتونم ببینم؟ بفرمایید. هیچ کمبود نداره. درست است. چقدر تیراژ در نظر داری؟ 100,000 تیراژ دلار. 200,000 تیراژ هزار پول. تا هفته دیگه آماده و تیار باشه. مطمئن باشه. تندر با کابودو در تماس است.
با تعداد 2000 نیم تفنگچه توسط 2 نفر به موتر کورولای رنگ سرخ داخل شهر میشه، از راه گردنه داخل شهر میشه. مطلب گرفتید؟ سلاح را تسلیم شدیم؟ تسلیم کجاست؟ سلاح را تسلیم شدیم، اما یعنی چی؟ در برابر کمین پلیس گیر ماندیم، بعد وقتا نسیم زخمی شد. تو چی میگی؟ نسیم زخمی شده؟ حالا در کجاست؟ نسیم زخمی شد، من از مرکه کشیدم بید زخمش تداوی این فرم در اتاق خود است. برو که نسیم هم بید.
روزگارها. طلب معاذر است. یک بار تنفالش بگیر. دستا بالا کن. سوار شدم موتر. چی بگی؟ بخه برو. سوار شو نگم موتر. سوار شدم موتر. سوار شو. آیا به همسر دروغ نمیگی؟
خیانت میکنی باشه و پاداش اعمال میرسی وقت است از این دار بدبختی بدنامی خیانت دور شو رای خوشبختی سعادت جستجو کن تو بگو چطور کنی دور شو فرار کن دور شو فرار کن دور شو فرار کن شاهین میرین و هرچی عاجلتر نسیم پیدا میکنیم مطلب در استفان میرین پیدایش میکنین دست پایش بسته کرده از شار دور طویل خانه مندازینش و خودم به حسابش میرسیم دست مکای بالا دی بلان نشه اگه باز مقاومت کنن مقاومت شبش کناره زده بیارینش بزنینش تکه تکهش کنیم بخیر بلان چمرین بایا بای شما؟ چی گفت؟ زمان شما بس میگم اصلا کنم چی موضوع؟ دسته حساب کدام حساب؟ سر به دستی بره یاد بسید
Thank you.